برای گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. سنه 24 январи سال 2024 در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن رهبران مقامات مرکزی دولتی اداره‌های نزد پرزیدنت و حکومت، کارخانه‌های مؤسسه‌های جمهوری، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک داشتند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2023 مفصل بررسی گردیده وظیفه های اساسی برای سال 2024 معین کرده شدند. در جریان سفر کاری رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر بوستانی پنجکند و با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در اساس نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان معرکه نهالشنانی و سبز و خرمگردانی با موفقیت آغاز یافت. در پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور با آبادی و تازه‌کاری و سبز و خرمگردانی هر شهر و دهه و هر کوچه و برزن توجه خاصه ظاهر شده است. در این زمینه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهداشت فعالیت کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر تامینات آن با تکنیک و تجهیزات ضروری تدبیرهای عملی می‌اندیشد. با این مقصد در میدان پرچم دولتی مرکز شهر پنجکند مراسمی به خواجگی منزلی کمونالی شهر تقدیم نمودن یک مجموعه تکنیک و قوطی‌های زمانوی پرتو برگزار شد. آن از 2 تکنیک خردی برکشانی الکتریکی، 25 قوطی متالی پرتو، 13 قوطی سیمین برای جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی عبارت بوده. روزهای نزدیک نقلیات مخصوصی پرتوکشانی نیز دسترس کرده می شود. در این روز همچنین در 5 منطقه شهر موضع‌های مخصوصی پرتویی احاطه شده مورد استفاده قرار داده شدند. با کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی تاکید شد که آنها با استفاده از این تکنیک و تجهیزات برای توزیع آزاده نگاه داشتن راه و کوچه های حدود شهر، سبز و خرم نمودن شفاف راه ها و گلگشت ها، سر وقت برداشتن پرتوها همه روزه مشغول باشند و این شهر بوستانی به موضع زیبا، گلپوش و آراسته پیروسته تبدیل داده شود. همچنین با اشتراک کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان شهر حشر نهالشینانی به راه مانده شد. در حشر نهالشینانی در کنار راه‌های حدود شهر و دهات سوجینه صدها بیخ نهال‌های آرایشی شینانیده همچنین نهال‌های از سردی‌های سابقه ضرر دیده عوض کرده شدند. نهال‌های مذکور با توصیه متخصصان طبق اگرتکنیکای کشت و پرورش شینانیده شدند که این امکان می‌دهد تا در آینده نشونمای آنها بهتر گردد. در اساس نقشه کاری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در یک قطار موضع‌های شهر پنجکند معرکه‌های نهالشینانی را راه اندازی نمودیم. ما در امروز از طرف اهالی شهر پنجکند 300 دانه درخت آرایشی صنوبر و 100 دانه درخت آرایشی کشتن شنونده شده ایستاده است. درختان مذکور در جماعت دهات سوجینه شنونده شد، در مرکز شهر شنونده شد و همچنین از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقامات اجرایی حکومت دولت شهر پنجکند یک قطار تجهیزات و تحفه کرده شد. از آن جمله 2 عدد مترال راهی برقی و 25 عدد قوطی‌های برای پرتوهای معیشی نیز به مقامات محلی حکومت دولتی شهر پنجکند
سپرده شد. گذراندن حشرهای دستجمعی و به این وسیله شناندن درختان همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده اگر از یک طرف برای زیبا نگاه داشتن کنار راهها ضرور باشد، از طرف دیگر به بهتر گردیدن وضع اکولوژی مساعدت میکنند. گفتم به مورد است که عین حال در خواجگی یاری رسانی حفظ طبیعت شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند هزارها بیخ نهالهای گوناگون آرایشی و گل پرورش کرده می شود که من بعد این نهالها میدان گلگشت‌ها و شفت راه و جویبارهای شهر را آرام می‌دهند. برنامه را ادامه می‌دهیم. گروه‌های تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند وابسته به شرح و ایضاح نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کارخانه و مؤسسه‌ها ملاقات و صحبت‌ها برگزار نمودند. گزارش‌های خبرنگاران ما از بیمارخانه مرکزی شهر و شعبه معارف شهر پنجکند آماده شده است. با مقصد شرح و ایضاح محتوای پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 28 دکبر سال 2023 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید، گروه‌های تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند صحبت و ملاقات‌ها را در کارخانه و مؤسسه‌ها با مرام ادامه می‌دهند. چنین ملاقات تحت رهبری معاون رئیس شهر پروینه نقیبی با کارمندان ساحه تندرستی شهر پنجکند برگزار گردید. ضمن سخنرانی خویش معاون رئیس شهر پروینه نقیبی با حاضرین اطلاع داد که در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه اجتماعیات توجه مخصوص ظاهر گردید. او تاکید نمود که پیشوای ملت در پیام خویش اظهار نمودند که بنابر عملی نمودن برنامه‌های سازنده حکومت مملکت قسم درآمد بودجه محلی نسبت به سال 2017 1.6 برابر افزایش یافته به ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌های اجتماعی کشور نسبت به سال 2017 1.9 برابر زیاد مبلغ جدا گردید. همزمان پروینه نقیبی به حاضرین اطلاع داد که واقعاً پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خویش تاکید نمودند که دولت رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را سمت افضلانک سیاست دولتی تاجیکستان محسوب گفته در 5 سال آینده ساختمان و تعمیر بیش از 350 مؤسسه تندرستی به مبلغ بیشتر از 500 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. در برابر این جهت ادامه دادن غمخوری دولت و حکومت مملکت به مردم کشور باز هم بلند برداشتن سطح نیکو احوالی ساکنان سپارش دادند که از 1 ایولی سال 2024 نفقه های سقورتوی مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی با آنها در حجم 30% از اندازه مقرر شدهشان ایندکساسیا معاش وظیفوی کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات‌های ساحه حفظ اجتماعی و بودجه اینچنین استیپندیاها 40% زیاد کرده شود. در نزد اشتراکچیان این ملاقات ناظر مقاومت با کروسی شعبه منطقوی اجنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان نظرزاده سمندر توجه حاضرین را به نکته‌های مهم پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمع نمود و او اظهار داشت که در پیام سرور دولت تاکید شده است که وضع مرکب و تشویش منطقه و جهانی امروزه را مورد تحلیل قرار داده ابراز کردند که تا رفت شدت گرفتن روند از نو تقسیم کنی دنیا، یراقناکشوی با شتاب، جنگ سرد، تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامرزی ما را وادار می‌سازد که برای تامین نمودن
امنیت مدافعی کشورمان تدبیرهای ایلاوگی اندیشیم. بنابراین سرور دولت در جریان ارائه پیام نوبتیشان پیشنهاد نمودند که سال 2024 با افتخار سنه فردخوانده 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سال معرفتی حقوقی اعلان کرده شود. در خاتمه این ملاقات سردختر بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن رانا عبدالله و با هیئت گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن عرض سپاس کارمندان ساحه تندرستی را بیان کرد و همزمان اظهار داشت که آنها نیز در آموزش و مورد عمل قرار دادن نشاندادهای پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خویش را میگذارند. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. имрӯзҳо дар тамоми корхонаву ташкилотҳо мулоқоти гурӯҳҳои тарғиботии ҷиҳати шарҳу эзоҳи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон идома дорад. чунин як мулоқоти навбатӣ дар толори маҷлисгӯҳи шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент доир гардид. дар он муовини раиси шаҳр парвина нақибӣ, корманди шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар водии зарафшон, майёри адлия назарзода давлатхоҷа ва дигар омӯзгорон иштирок доштанд. вохӯрӣ бо суханронии мақсатулло қосимов мудири шӯъбаи маориф оғоз гардида ӯ меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд. парвина нақибӣ муовини раиси шаҳри панҷакент таъкид дошт ки ба шарофати заҳмати содиқонаи мардуми кишвар раванди созандагиву ободкорӣ бо маром идома ёфта, нақшаву барномаҳои пешбинӣ гардида ҷиҳати таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат ҳадафмандона амалӣ карда шуданд. чунон ки ба ҳама маълум аст, солҳои охир вазъи сиёсиву иқтисодии ҷаҳон хеле мураккаб гардида, ҳоло инсоният дар давраи ниҳоят ҳассос ва душвортарини таърихи қариб 100 соли охири худ қарор дорад. аз ин рӯ роҳбари давлат дар паёмашон таъкид намуданд ки тадбирҳои дар самти рушди саноат ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа андешида шуда имкон фароҳам оваранд ки дар 5 соли охир афзоиши номгӯи маҳсулоти саноатии истеҳсоли ватанӣ ба зиёда аз 40% расонида шавад. инчунин давлатхоҷа назарзода сухан намуда аз ҳозирин даъват ба амал овард ки нуктаҳои паёми сарвари давлатро ба аҳолӣ расонида онро дар амал татбиқ намоянд. хонандагонро ба омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва забонҳои хориҷӣ бештар диққаташонро ҷалб намуда барои баланд бардоштани нақши занону духтарон низ саҳми худро расонанд. дар идома бошад дигар иштирокчиён низ сухан намуда такрор ба такрор таъкид намуданд ки бояд паёми сарвари давлат сармашқи кори ҳамаи мо бошад. гузориши мартаба раҳмонова ва шоҳҳусайн солеҳов. бо фаро расидани фасли сармо дар байни кӯдакон беморӣ сироятии зуком дар ҷамоати деҳотии лоиқ ширалӣ авҷ гирифтааст. табиби бемориҳои кӯдаконаи беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳотии лоиқ ширалӣ неъматҷон ҳусейнов чунин ибрози андеша намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барномаи мо. беморхонаи мо ساعت 20 کات دارم که بخوای الحالا اون کودکی هفتگی نیست یاره تا درجه که چیزی تجهیزات هست استفاده برده یاردمی اولیه رسانده استفاده گرفتار بیماری های زکام راههای نفسکشی بسیار واخورده استفاده است بر شعبه ما. پدر مادر اهمیتشون بسیار قیم از همین سبب کودکان وزن تا شوششون تاثیر کردنش نمیبیارن وزن کرده بعد میبیارن پیشوی ما. برای پیشگیری کردن این چیز همین که تاسب کرد می سلفه کرد می عطسه زد می آب بیده شورید می باید در رد دکترای اولیوی مراجعه نموده پیشگیری همین بیماری زکام کردنشون در کار. و همین گفتنی هم که مادرها والدین فهمیدید که کودکتان بیماری گرفتار یا زکام است یا راههای نفسش یا نشانه های نفس تنگی
تست نفس کشی تابی بلند دیدید در طبیبان اویلوی یا که همه بیمارخانه نزدیک به مراجعه نمایید کودکاتون احتیاط کنید خانه تست کشودن هواش تازه کردن زکام بوشن کودک و نزدیک نشدن نقاب بستن فصل زمستان سرما به احتیاط شوید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر باسونیه پنجکند در دایره اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 همچون سالهای رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و اینچنین سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت چهارراهی ضروری اندیشیده می‌شود. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. در شهر پنجکند در برابر ساخته با استفاده دادن مکتب‌های نو و زمانوی و با این وسیله بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت همچنین با آموختن علم‌های دقیق نیز توجه مخصوص ظاهر گردیده با این مقصد صنفخانه‌های فنی با عیانیت‌های تعلیمی مجهز گردانیده می‌شوند زیرا مسئولان ساحه و آموزگاران درک می‌نمایند که عین حال تاجیکستان در حال رشد بی‌سابقه قرار داشته همین گونه با متخصصان بلند اختصاص داننده علم‌های دقیق نیازی بیشتر پیدا می‌گردد. علم و معرفت برای تاجیکان از قدیم الایام بایگری اساسی بوده است بود و خواهد ماند. جمهوری ما تاجیکستان دارای خیلی ثروت‌های بزرگترین است. ثروت‌های بزرگ انرژتیکی است. بایگری‌های نهایت زیاد زیر زمینی دارد. بنابر همین نیاز به علم بزرگ در تاجیکستان خیلی زیاد است. با ابتکار پیشوای ملت از 31 ینوری سال 2020 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای تمام علم دوستان جمهوری تاجیکستان، آموزگاران، خوانندگان و اهل جامعه پیشنهاد کرده شد که در دوام همین 20 ساله ما باید سطح علم جمهوری را به درجه بلندترین برداریم. برای این با تشبث جناب عالی بسیار کارهای نیک من بعد انجام یافت از جمله راه انداختن آزمون‌های علم فروغ معرفت فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من یا دیگر آزمون‌هایی که شده ایستاده است همه اینها راهنمای هستند که ما را به علم بزرگ برای رسیدن راهنمایی میکنند. روند اصلاحات ساحه معارف و گسترش پیدا کردن اصولهای نوی تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی کشور یک پدیده تازه در دوران صاحب استقلالی مملکت به شمار می رود که امروز افضلیت‌های بیشتری را در این سمت کسب کرده است. باید گفت که در زمان معاصر یکی از وظیفه‌های مهم مؤسسه‌های تعلیمی کشور در بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و با این واسطه آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر به حساب می رود که این روند در مکتب‌های شهر پنجکند خصوصا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 به مشاهده می رسد و نتیجه این است که خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در آزمون‌های جمهوری اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می گردند. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت دقت ما جوانان و نورسان زاده دوران استقلال را به کتابخوانی و علم‌های دقیق آموختن علم‌های دقیق جلب می‌نماید. هر زمان در کشور ما تاجیکستان محبوب کارخانه و کارگاه‌های 3 ساله نو به نو ساخته ایستاده‌اند. هر کسی که این علم‌ها را می‌داند می‌تواند که در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کار کند و سهم با سزای خویش را در کشور ما تاجیکستان محبوب گذاشته باشد. میناداری خود را به پیشوای مؤسسه ملت می‌رسانم که برای ما جوانان آزمون‌های جمهوری را تأسیس دادند. من در سال 2023 اشتراکچی و غالب نومیناسیون خیمی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت باشم. در آینده نقشه دارم که در ساحه علم خیمیا متخصص گردم و برای آبادانی کشور عزیزم سهم ارزنده خود را گذارم. واقعا هم امروزها جمهوری تاجیکستان در حال رشد و ترقیات قرار داشته پیوسته کارخانه‌های خرد و بزرگ و کارگاه‌های استحصالی ساخته به استفاده داده می‌شوند و برای اداره نمودن و همین گونه زیاد نمودن شماره آنها متخصص یعنی داننده علم‌های دقیق و ریاضی لازم است. در وادی زرافشان در آن طرف ساحل راست دره زرافشان نهایت ذخیره بزرگی کان فسفوریت هست.
که در تاجیکستان همتون ندارد. من باور دارم که من بعد این نوری ها که در اینجا نوری فسفوری، نوری نیتروژندار، اینچنین در قطار دیگر کارخانه‌هایی که مثلا در وادی زرافشان هست، کارخانه استیصال طلا کلانترین، کارخانه استیصال مس کلانترین در آسیای مرکزی و دیگر چندین کارخانه دیگر در این وادی ساخته شده است. عموما یک صنعت بزرگ در وادی زرافشان با دستگیری پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت محترم امامالی رحمان ساخته شده است که همه این آینده تاجیکستان را به درجه بلندترین برداشتن امکانیت راه می‌گشاید. بنابر همین ما باید که مکتب‌هایی که ساخته شدین از همین ذهنی مکتبی همه خواننده ها، همه آموزگاران این مسئله را درست درک نماییم و به سطح علم جهانی برآوردن خوانندگان به کوشش‌های زیاد نماییم. ذکر کردن به مورد است که با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان سالهای 2020-2040 همچون سالهای آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردیده در این برابر کارهای زیادی به انجام رسانیده شدند. از این رو مسئولان ساحه را ضرور است که برای آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص تلاش بیشتر نمایند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم.